میخوام بهتون نحوه لاک ژل زدن صحیح آموزش بدم. بچه‌ها برای اینکه لاک ژلتون تمیز در بیاد در مرحله اول باید صدف ناخن رو کاملا تمیز کنید. میتونید مشتریتون رو بفرستین که دستش رو بشوره. اگر شاید این کارو نداشتین دستش رو شست بازم باید تمیز کنین. ولی اگر شرطشون نداشتین دست رو بشورین پد و کلینزری میکنین کامل، مخصوصا توی قسمت ریشه و نزدیک کوتیکول کامل تمیز میکنین. یه دونه پرز و یه دونه پودر نباید روی صدف ناخنتون باشه. چربی که به هیچ عنوان. اگر صدف ناخنتون چرب باشه وقتی که لاک ژل رو میزنین حالت حباب میفته. اگرم پرز یا مثلا دونه های پودر بمونه که برجستگی ایجاد میکنه. روی دستتون روی ناخنتون نباید دست بکشین، چون اگر دست بکشین ممکنه صدف چرب بشه و بازم برای لاک ژل زدن مشکل ایجاد کنه. رنگ لاک ژل مورد نظرتون رو بردارین. یه لایه نازک روی قلمتون خیلی نباید مواد باشه. لایه اول باید به شدت نازک بزنید. وقتی که قلم رو فشار میدین روی ناخن میبینین خودش فرم گردی ریشه ناخن رو میگیره. با احتیاط با فاصله 1 میل از ناخن یا کمتر از 1 میل از ناخن بزنین و به سمت لبه آزاد بکشین. از تیزی گوشه های قلمتون استفاده کنین و دیواره ها رو کاملا لاک ژل بزنین. چند بار قلمتون رو بکشین که حالت رد قلم روی ناخونتون نمونه و لبه آزاد ناخون رو ببندید. من لبه ها رو میبندم چون برای من هیچ وقت مشکل ایجاد نکرده و باعث نشده که لاکم لب پر بشه. یه قلم 3-0 برمیدارین و اون قسمت ریشه رو با قلموی 3-0تون لاک ژل میزنین. اگر بعد از چند سال، یعنی بعد از چند سال که نه، بعد از یه مدت که لاک ژل میزنین شاید بتونین با قلمتون زیر کوتیکولتون هم لاک بزنین، ولی اوایلش بهتون پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدین. هم لاک ژلتون تمیزتر میشه، رضایت بیشتری دارین، هم که کار برای خودتون راحت‌تر میشه. لاک به هیچ عنوان به ریشه و به کوتیکولتون برخورد نمیکنه که کلافگی براتون بیاره. با یه قلم 3-0 تا نزدیک ریشه رو کاملا گرد لاک ژل بزنید. بعدش بذارین دستگاه بین 60 تا 120 ثانیه نسبت به قدرت دستگاهتون کاملا خشک بشه. لایه اول که خشک شد، لایه دوم رو میتونی یه ذره ضخیم‌تر اجرا کنید. حتما نباید لایه دوم هم به نازکی لایه اول باشه. اهمیت نازک بودن لایه اول توی اینه که اگر لایه اولتون رو ضخیم بزنین توی دستگاه که بره کامل خشک نمیشه و ممکنه بعد از این مدت ورقه کنده بشه. لایه اول نازک، لایه دوم با یه حجم یه ذره بیشتر که بتونه قشنگ رنگ ناخونتون رو کاور کنه. نزدیک به ریشه بزنین. دیگه لازم نیست دوباره با قلم 3-0تون ریشه رو چک کنید و دوباره لاک ژل بزنید. فقط نزدیک به ریشه میرین و لایه دومتون رو اجرا میکنین و میره توی دستگاه که خشک بشه. من انگشت دیگرم باز براتون لاک ژل زدم که ببینید قلمم فشار که میدم کاملا گرد و کره‌ای میشه. میتونم ریشه ناخونم رو بزنم. دومی رو میخوام بدون اینکه از قلم 3-0 استفاده کنم لاک ژل بزنم. ببینیم با احتیاط بیشتری موادم رو سمت ریشه میبرم. حجم موادم زیاد نیست، اگرم زیاد باشه با قلمم برمیدارم و تخلیهش میکنم. از تیزی گوشه قلمم استفاده میکنم و کنارها و ساید بالا میزنم. اگر ذره‌ای به ریشه و دیواره خورد قبل از اینکه دست بره توی دستگاه باید تمیزش کنید، مخصوصا توی رنگای تیره. اگر بمونه خشک بشه که کنده نمیشه به راحتی و کارتون رو کاملا زشت میکنه. بعد از خشک شدن لایه اول لایه دومم میزنیم و میذاریم توی دستگاه خشک بشه. میرسیم به مرحله تاپ کوت یا تاپ ژل زدن. بچه‌ها تاپ کوتتون نباید حجمش رو خیلی زیاد بردارین چون غلظتش پایینه و به راحتی شوره میکنه و ممکنه ریشه ناخنتون رو کثیف کنه یا حالت بیلیکش رو از بین ببره. یه لایه نازک اول تخلیه میکنین، نزدیک به ریشه دقیقاً به همون سبکی که لاک ژلتون رو زدین میزنین. نکته اصلی توی زدن تاپ کاتتون اینه که باید مطمئن باشین لاک ژلتون خیلی نوچی نداشته باشه. بعضی از برند لاک ژل نوچیشون زیاده و وقتی که تاپ کات روشون اجرا میکنین بعد از خشک شدن و از دستگاه در اومدن میبینین که حباب ایجاد میشه و حفره روی لاک ژل روی تاپ کاتتون افتاده. پس هر لاک ژلی که برای اولین بار میزنین و نوچیشو چک کنین، بعد تاپ کات روش اجرا کنین که خیالتون راحت بشه تاپ کاتتون زشت نمیشه. اینم از انتهای آموزش کاشت پودر سالونیمون توی 4 فرم اصلی. بچه‌ها کاشت پودر هم ظرافت داره هم زیبایی، پس ازش فرار نکنین و تمرین کنین انجامش بدین.